سلام رفقا، حال چطوره؟ من یه هستم و خیلی خوش اومدید به یک بازی جدید از توبی فاکس. دلتا روم، سازنده آندرتیل اگه نمیدونید توبی فاکس کیه و اینکه would you like to start from chapter 1؟ yes بریم، let's go. چپتر 1 و 2 تازه اومده، میتونید برید دانلود کنید، فریه. Are you there? No, I'm not there, mother. Are we connected? Yes. قلب قرمز. Excellent. عالیه. واقعا عالیه. چقدر کریپیه. الان میخوایم شروع کنیم. First اول باید ساخته شی. باید وسیل بذاری. What؟ چی؟ کرکتر؟ اوکی. حتما باید دختر باشیم. حله. من این مون رو ترجیح میدم. فرقش چیه؟ نمیدونم. پایی که میخوای، پاییش فرقی نمیکنه ناموسن. این بدن توه. آره قبولش میکنم. عالیه. تو ساخته شدی. نه یه بابا چرا اینجوریه؟ تو یه فرم عالی ساختی. الان بذار ذهنیتشو مثل خودت بسازیم. غذای مورد علاقه تم داخل غذا چیه؟ تم مورد علاقه درد و سرما. what the fuck pain and cold. what the heck صاف. ترش دوست دارم اکثرا. من یادم نیست چیه، فکر کنم بهم، نمیدونم. دوباره آجه اوضاع خرابه. کدوم رنگو بیشتر دوست داری؟ قرمز، آبی، سبز؟ قرمز بریم. شجاعت، ذهنیت، مهربونی، ذهنیت. چه حسی داری راجع به چیزی که ساختی؟ امید. آره رندوم شت گفتم بهت. You acknowledge the possibility of pain and آره میدونم، متوجه شدم. اسمت با آریان بریم یا کالیستو؟ با آریان میریم، چون که حالا کرکتر مورد علاقه ساختم. با آریان بریم بالتر میشه. فردا میان خیرمون رو میگیرن میبرنمون. توبی فاکس ما رو میگیره، ما بهش میگیم آریان. به کریتور چی میگیم؟ به کریتور هم بگید آریان. نه میگیم کالیستو. الکو اینها. کالیس تو او سن کالیستو. اکسلنت. عالیه.
واقعا عالیه. واجی چون اینجوریه بازی وایبش. آندرتیل خیلی چیل و بامزه شروع میشه. مرسی به خاطر زمانی که گذاشتی. جوابات کریشن هات هیچ کس نمیتونه انتخاب کنه. تو واقعا کی هستی تو این دنیا؟ توریل چی میگه؟ مدرسه دیر میشه. توریل چی میگه این وسط؟ تو دنیا آندرتیلیم؟ من بیرونم. وای توریل چی میگه اینجا؟ این همون کرکتره نیست؟ خونش که همونه تقریبا. البته ماشین دارید؟ What the fuck؟ روز خوبیه مگه نه؟ روز قشنگیه مگه نه؟ آها این آهنگای توبی فاکس رو دوست دارم. قراره تو ویدیو ازش استفاده شه بعدا. اوه دنیا رو نگاه. آنداین بودین آره درست اگه اشتباه نکنم. واسه سختی بود. پلیس شده ولی دنیا چرا تغییر کرده؟ دنیای هیلا، دنیای زیرین. این آهنگه خداحافظ عمه توریل. عمه توریل. این با دکتره رو یادم رفت اسمش چیه. سلام. فکر کردم نمیای امروز کریس. داریم یه پروژه گروهی انجام میدیم ما. یه نفر رو پیدا کن. با کی بریم؟ این به نظر آدم باحالی میاد. پارتنر داره. دوباره دیر کردی میبینم. پارتنر میخوای؟ من ای بابا انیمیشن نگاه میکردم. ببریم بیا اوکی دیگه. تو تنها کسی هستی که مونده دیگه. چاره ای دیگه ای نداریم. او فاک. سلام سوزی. دیر کردم؟ نه اوکی. اوکی با یه اوزیل پارتنر شدیم. حل چشاته. گچ نیاده کسی؟ میدونی که کلاس نمیتونم بدون گچ شروع کنم. ایده خوبیه. برو بیا برام. اوکی. چرا اینجوریه؟ میتونی بهش بدی مطمئن شی که میارتش واقعا و دور از مشکل باشید. حل چشات. من کلی باس فایت زدم قبلا. اهه. گچو خورد. ندیدمت اینجا. چیزی که ندیدی. نمیتونی بگی؟
کریس هی بذار یه رازی بهت بگم. What the fuck؟ از آدمای ساکت بدم میاد. فکر میکنی چون که چیزی نمیگی نمیدونم بفهمم که داری دقیقا به چی فکر میکنی. ها تموم شد. من سوزی رو فهمیدم که داره همه گچ ها رو میخوره. بالاخره قراره اخراج شه از این حرفا. میدونی که واقعیته. بذار یه چیز دیگه بهت بگم. What the fuck? It's creepy as fuck. If you're not gonna pull the trigger. چرت و پرت چرا میگی من؟ چه حسی داری؟ که فیس تو از دست بدی؟ نه تو مادر خوبی داری. خیلی حس بدی که یه کار کنم بچه‌شو خاک کنه. وای ما این همه این الان کریس مگه همون نیست که تو آندرتیل بود؟ من درک نمیکنم. اگه همونه ما این همه قدرت داریم چرا الان اینو نزدیم؟ What the fuck؟ فقط من دارم اینجوری میشم یا همه چی تاریک شده؟ اوه شت. میخوای بری تو یا نه؟ من میرم تو. پس اگه میخوای یه ترفیع بزدل باشی با همدیگه همزمان میریم تو. چرا ترسیدی؟ اینجا چیزی نیست، فقط کاغذهای قدیمی. لامپو پیدا کنیم. عجیبه نمیتونم پیدا کنم. بکنم بریم جلوتر. یه مشکوک میزنی. فکر کردم باید تا الان به آخرش رسیده باشیم. خودش ریده تو خودش. تو کار این خرابه. اوه هل. What the fuck؟ بذارید بیایم بیرون. به چخ سگ رفتیم. حله. کجا افتادیم؟ این در تامنیل استفاده میشه. فکر نمی‌کردم اینی که پوسترش دیدم انقدر آدم گوهی باشه، ترسناک باشه. اهه تغییر رنگ دادیم. حله. سیاه‌پوست شدیم. آه سیوا بالاخره. داداشم آندرتیل. What the fuck is that؟ ایشالله که اون مرده باشه، برای من مهم نیست. وای سایه دیدم. سرسره. What the fuck is that؟ اینا چی هن دیگه؟
قرمز چرا دوره اون؟ اوه نه، مکانیزم آندرتیل رو دیگه نداریم که بریم توی فایت و اینا. فکر کنم این سخت شد دیگه، یه خورده واقعا سخت شد. هر سیو چیمون فول میشه. خوبه. پازل خوبه. یه پل شیشه ای، احساس خوبی ندارم نسبت بهش. علامت های چشما جریانش چیه؟ چیه اونه؟ صدا اسب میده، فوک دریایی صدا میده. اینا چی هن خوابیدن؟ سایه ها کی هن؟ تویی؟ دیگه اینجوری منو نترسون. بعد از اینجا بریم گم شیم. اوه چرا این شکلی شد، کاش میمردی. اینجا کجاست اصلا؟ مهم نیست، بعد از اینجا از این جهنم بریم بیرون. تو که این همه گندگوزی میگه چرا ریدی تو خودت؟ آها حرفمو پس میگیرم. یه نفر بالاست که داره دست تکون میده بهمون. دست تکون نمیده، داره اتک میده بهمون. احمق. وای وای شروع شد باز. اوکی اوکی اوکی، ایزی 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 ایزی، لمس گو ایزی. چه مویی رد کردم اینو. آخه بیا این پایین. چه سرسره ای. ای وای ای وای، بازی واقعا سخت است. به بدن بخوره مشکل نداره، به قلب نباید بخوره. حل فهمیدم. خب نجات پیدا کردیم، رفتیم ته جهنم. اوی شت، اینجا رو نمیدویم. چرا میدویم؟ نمردی، چه خوب. اینجا دیگه کدوم جهنمیه منم نمیدونم. امیدوارم کسی اینجا رو ساخته باشه. هست باشه یعنی. آتیش، پول. What the fuck is this place حاجی؟ خب رفتیم وارد یک کاخ شدیم، قرار دهنمون سرویس شه. یه قلعه. چرا باید اینجا یه قلعه باشه؟ خوش اومدید قهرمانان. کی اینجاست؟ من دشمنتون نیستم، لطفاً بیایید جلوتر جفتتون. خوش اومدید، من پرنس این قلمرو هستم، قلمروی تاریکی. کریس سوزی there is a legend in this island. یه افسانه ای داخله این افسانه ای که قهرمانای روشنایی میرسن بهش و همچین چیزایی. باید دایمن سپیس پلیز. لطفا قهرمانا به داستان من گوش کنید. حل گوش کنیم. روزی یک افسانه‌ای بین سایه ها
پدیدار شد. افسانه‌ای راجع به رویاها، روشنایی و تاریکی. این افسانه خرابه های دلتاست. با هم دیگه داخل آرامش زندگی میکردن، تاریکی و روشنایی به دنیا آرامش میآوردن. ولی اگه این هارمونی خراب میشد، شکسته میشد بینشون، یه مشکل فاجعه باری برای دنیا رخ میداد. آسمون از بین میره، از تاریکی وحشتناک و همچین چیزایی، و زمین از ترس خورد میشه و قلبش میتپه. قلب کی میتپه؟ اوه، زمین آخرین نفسش رو میکشه. فقط روشنایی، امید، 3 قهرمان داخل دنیا میان جلو. یک انسان، یک هیولا و یک پرنس از تاریکی. فقط این 3 نفر میتونن که اینو مدیریتش کنن، کنترلش کنن. فرشته بهشتی رو از بین ببرن و بالانس تراز میشه دوباره دنیا و دنیا نجات داده میشه از نابودی. و امروز ساختار تاریکی، چیزی که به دنیا فرم میده، خیلی قوی مرکز قلمرو وایستاده. ولی جدیداً یه دونه دیگه پدیدار شده به سمت افق و به خاطر همین یه خورده داره این ترازه از بین میره. خب پس کار ماه باید دهنمون خودمون رو سرویس کنیم که درست شه ها. سوزی و کریس، مرسی یه گوش شدید به داستان طولانی من. بهتون عمیقانه اعتماد دارم. ممکنه هر دشمنی رو چیز کنید، فیس تو فیس بشید باش، ولی باید باش مقابله کنید و مبارزان دلتا قبول میکنید راهتون، سرنوشتتون رو. نه چی؟ من قهرمان؟ من یه آدم اشتباهی گرفتی، باید بدون تو دنیا از بین میره. خب دنیا از بین بره به درک. یه ذرم خنده داره راستشو بخوای. اسکول اوزیه. من از اینجا میخوام خارج شم. صبر کن. What the fuck؟ اوه الان این نقش سنسو داره اینجا ها. قهرمان هم الان دارن فرار میکنن ها، حتی نمیدونن که اینجا بودم. تو دیگه کدوم خری هستی؟ من آدم بده. شما دلغکان بخواید ساختار تاریکی رو مدیریت کنید ها. من شما رو یه مش دلغک میبینم. شما بخواید دنیا رو از تاریکی نجات بدید. قبولش کن. میدونیم که شما دوتا میرید به سمت شرق، اونجا سمت خونه است، اما نه لنگسر نمیذاره برید اونجا. اوکی. crash you step 2 you lose و تو میبازی. جالبه. واقعا اوه what the fuck. اوه خوش آمد خوش آمد. ریدم وای. قویه وای، خیلی آروم کار میکنه. پخ. $32 گرفتی. شما دوتا حالتون خوبه؟ بذارید خودم اول بهتون معرفی کنم. میتونی اون هودی رو در بیاری؟ حداقل بتونی از زیر بشنوی. اوکی
سلام همگی. من چی؟ رالسی نشیدم چی گفت. قرار دوستای خوبی بشیم با هم. تو مدرسه میبینم کریس. تو کنم دوتاییم. خودمون دوتاییم پس. خیلی وقت اینجا تنها منتظر بودم که شما دوتا بیایید و خیلی خوشم با تو ملاقات میکنم. امیدوارم دوستای خوبی بشیم کریس. بیاید سوزی رو پیدا کنیم. میتونی تو خب فکر کنم واسه این پارت کافی باشه. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراهم بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. سیو کنیم. اگه دوست دارید این بازی رو ادامه بدم و چپتر 1 و 2 رو تموم کنم، تو کامنت رو بهم بگید. هرچی نظر مثبت بشه چلوی نرم. بدرود.